ما مرغ رو قاطی میکنیم به باقی مونده های سس. یک ثانیه 1 دقیقه 1 دقیقه اینا رو هم میزنیم. حالا آرد رو کم کم بهش اضافه میکنیم. حالا قشنگ هم میزنیم. باقی مونده روغن هم اضافه میکنیم. حالا هم میزنیم. بچه ها مایه کیکمون باید اینجوری باشه. قالبمون رو روغن میزنیم تا چرب بشه. تا چرمون رو از قبل روشن کرده بودیم که داغ بشه. حالا مایه‌مون رو اضافه میکنیم. باید بریزیم توی قالب. آماده شدن باز دوباره براتون فیلم رو میذارم. خدافظ.